دوستان عزیز سلام و درود. از خورسندی به کردن میگنجم. اون بینویی که میبینید بینوی عادی نیست. این مدرسه کوکالتوش هست و این همون مدرسه است که قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی اینجا تحصیل کردند و از معماری های اصل 16 به شمار رفت. از 160 حجره عبارت است و در تاریخ آسیای مرکزی اولین مدرسه دو آشیانه است و این نمای اول نمای درآمدگاه کوکالتوش است و باید بگویم که حالا ما همراه شما به درون مدرسه می‌رویم و همون حجره خورده که استاد عینی سالها در اونجا تحصیل کردند خفتند، چون که هم خوابگاه هم هست، مثل که در حال خوابگاه میگویند اینجا نه تنها تحصیل میکردند بلکه زمستان و بهار دانشجویان یا همون کسانی که درس میخواندن اینجا در برابر خواندن همچنین جای استقامتشان هم بود و استاد عینی حجره کوچکی که در اثرهایشان در یادداشت‌ها دربارش بسیار می‌نویسند در همین جا است. حالا از همین دروازه ما داخل مدرسه میشویم و به شما من برای همین هدف من سبب اینجا آمدن من هم نشان دادن همون گوشه‌ای که خودی است که استاد عینی بزرگترین تاجیک برای ما و شما رنج برده از آن کشته اونجا زندگی کرده است، تحصیل دیده است و از قرآن و دیگر علم‌های زمان بهره بر شده. من دوستان ما داخل مدرسه کوکالتوش شدیم و همین پیراها همین در همین بنا استاد صدرالدین عینی زمانه بودند و من این حولی صحنی مدرسه است که فکر میکنم اینجا جلسه ها و بیشتر از همه فکر میکنم نماز جمعه گذرانده میشد و این حالا آیسته آیسته ما رفت ایستادیم به همون حجره خورده که استاد عینی اینجا تحصیل کردند، سالها در همین جا بودند و تشکلی آغازی تشکلی استاد عینی خشت های نخستینش در همین جا گذاشته شد. که همه کاری اون نه همواره که همه کار اون نه همواره است کنش اون نه خوب و چهرش خوب زیشت کردار خوب دیدار در همون سه دری خورده که میبینید در یکی از همین ها استاد عینی زندگی و تحصیل کرده است، اما خیلی کوشیدیم به قول این سو اون سو دویدیم اما مسئول یافت نشد که قفل دریاش رو بکشه. همه درها قریب قفل دارند، لیکن گفتند همونجا حالت اولی یک نوع حالت پیشتری همون حجره رو نگه داشتند، اما باز هم ما کوشش خواهیم کرد که به داخلش بعدتر هم باید وارد شویم.